دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 23 فوریه سال 2026 قرار داریم در دهه چهارباغ ناحیه ورزوب و شما پیشنهاد میکنیم یک مقدار سیب پینکلدی روز گلوب همون سرخایی که از همه بهترینی که اول نوامبر میچینید میپزد و تا بهار در انبارخانه میماند. تخمینا یک 500-600 دانه موندگی. مرحمت مراجعت کنید. این چنون درختای است که سال دیگه آینده میبندد. اینو ببینید. این همین سال میبندد لیکن از سببی که از زمین چیندگی هستیم اینو ببینید گل کرده است دست من گلهایش شده است. این همش گلخانه است. سال امسال 26 میشنوید 27 یک کیلوگی بندد 28 شما بازار میبرید این رو 2 به 4 میشنوید. این سوپر این اینتنسیوی است در تکمیل ام 106 این رو دو بین درخت دو بین قطار 4 میشنوید. دوستان عزیز این از این سه برکت میوبه شما شنونید کم مونده است. هر کی تونت هر چیز زودتر اومده گیرد این بر کرده شده است. اگر موند من باغ بردا میفروشم سال آینده ممکن این علاقه کلان شود بستنش 100 سومانی شود. برای همین بیایید این نرخش 45 سومانی یک لخت 40 سومانی. اگر کسی زیاد گیرد با سودا میکنیم. مرحمت آمده مراجعه کنید. تلفن ما 988 30 59 99 900 00 44 89. از کدامی که ولایت های ختلان طرف کلوب و غرم دیگر جا خریداری میکند ما تو تاکسی های همون ناحیه برده میتیم تاکسی میگیرد میبرد با اونها. این دستفکه همدوران عزیز مراجعت کنید دیر نکنید. ولی با یک بهار 10-15 دیگه هست بیاید حتما خریداری کنید. به غرض از این ما با داریم نوک ها مانا خر و سوید داریم لسنه اسکاسکا داریم باز تالگرکا داریم باز یک کمتر سانتا ماریا داریم اگر تمام نشده که باشد ویلیامز داریم